هیچ کس فکرشو نمی‌کرد اولین قاتل زنجیره‌ای زن ایران یک مادر باشه، یک زن کاملا عادی. مهین قدیری زندگی دوگانه‌ای داشت که سالها کسی نفهمید. متولد قزوین، زنی آروم، کم حرف و با 2 بچه. همسایه‌ها میگفتن همیشه لبخند میزنه، اما پشت اون لبخند تاریکی کم کم بزرگ میشد. مشکلات مالی، زندگی سخت، احساس بنبست، همه چیز از همونجا شروع شد. رفتاراش تغییر کرد، قدماش سنگین شد و کم کم شهر شاهد اتفاقاتی شد که هیچ کس انتظارش رو نداشت. چندین نفر به شکل مشابهی هدف قرار می گرفتن. رد پاها مبهم بود، انگیزه نامعلوم و پلیس دنبال کسی بود که حتی فکرش هم نمی‌کرد یه زن باشه. تا روزی که یه اشتباه کوچیک تمام نقاب‌ها رو برداشت. مهین قدیری بازداشت شد. اعترافاتش شهر رو شوکه کرد و حالا سالها بعد اسمش هنوز مثل یک سایه سنگین روی تاریخ جنایی ایران مونده. این داستان یه یادآوریه. گاهی تاریک ترین رازها پشت معمولی ترین چهره ها پنهانه.